أين الرجال؟ به نام الله ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. موضوع برنامه امروزه ما کلام بی پایان الله سبح یعنی تسبیح گوی می باشد. چی بسا کلمه بزرگ است. الله متعال میگوید پس بر گفتار آنان صبر کن و پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به پاکی و ستایش یاد کن و در ساعت شب و اول و آخری روز تسبیح گوی شاید که خوشنود گردی. باز میگوید و در قسم از شب پس به او سجده کن و شب دراز به او تسبیح گوی. تسبیح یعنی ستایش کردن، معنایش با پاکی یاد کردن می باشد. وقتی که ما سبحان الله می گوییم این معنای الله پاک و بی نقصان است را می دهد. الله از همه بدی ها و نقصان ها پاک است. این است تجسم تسلیم شوی و عبادت به الله. وقتی که ما سخنان الله متعال و او را تسبیح گوی یعنی الله را ستایش کن، نام او را پاک ساز را به یاد می آوریم، در این حالت انسان الله را دائما ستایش کننده یعنی او را از هر گونه چیزهای به بزرگی او نالایق پاک کننده می‌گردیم. یعنی عالم پر از فحش و ناپاکی ها، اظهار کفر و فتنه های شیطان می باشد و در این اثنا مسلمان حاضر شده الله را ستایش می‌کند. در نوبت یکم او الله را از داشتن همتا پاک می‌سازد. در نوبت دوم دوستی و اطاعتکاری را تنها به الله اقرار می‌کند، نه به کسی دیگر. در نوبت سوم برای به دست آوردن رضایت او و فرو نشانیدن ظهورات فحش و بدکاری در زمین جد و جهد می‌کند و این کار را با تمام وسایط و امکانات موجوده به طور فردی و در سطح دولتی انجام می‌دهد. تسبیح غذای مسلمان میباشد، خصوصا غذای برنده دعوت است. دعوتی که هدفش عالی گردانیدن این دین و کلام الله و خار ساختن کلام کافران میباشد. برنده دعوت به تسبیح یعنی ستایش الله که به او برای ضد ظهورات بدی مقابلیت نشان دادن قوت میبخشد محتاج است، زیرا مبارزه ضد هر بدی شیطان و همراهانش که در انتظار فرصت حمله به انسان پیوسته در کمین هستند به غذا و نوعهای گوناگون آمادگی نیاز دارد. بعضی این غذا مادی و بعضی دیگر که از همه مهم محسوب می شود معنوی می باشد. اگر انسان الله را ستایش کند، تقدیس و پاک سازد، پس او به شیطان ضد برآمده است. یعنی وقتی که انسان پروردگارش را ستایش می کند و دائما به او تکیه کرده در همه کارهایش به نصرت او امید می بندد، در این صورت هدفهای چنین شخص عالی گشته خودی او باشد بهر به دست آوردن رضایت الله متعال و در زمین برپا نمودن شریعت او عمل خواهد کرد و این برای شخصی که در راه عالی ساختن این دین سعی و کوشش میکند مهم و حتمی می باشد، چون که با این عملش او مقابل زمانه و چالش های معاصر گوناگون ایستادگی میکند. برای همین اگر دعوت بر اساس تسبیح یعنی ستایش الله و پاکسازی او برپا گردد یعنی خالص برای الله باشد، یگان چیز با چنین دعوت رقابت کرده و یا به آن زیان رسانیده نمیتواند و اگر دولت اسلامی بر چنین اساسهای پاک و زمینه خوب و مساعد برپا گردد و آن با اذن الله در فرصت نزدیکترین برپا خواهد شد، در این صورت آن دولت حقیقی میگردد که به نیکی فرموده از منکر باز می‌دارد و تمام قوه‌های شرک و کفر را صرف نظر از اقتدار آنها به میدان می‌خواند. الله تعالی میگوید بگو این راه من است، من و پیروانم به سوی الله با دلیل و حجت فرا می‌خوانیم. پاک است الله، یعنی الله از هر چیزی ناشایسته و بد پاک می باشد و من از جمله مشرکان نیستم. در این کلام صمیمیت عبادت و تسلیم شوی به الله تعالی تصدیق خود را می یابد و کسی را که نیت و عبادتش نسبت به الله متعال خالص بود، الله با نظر رضایت نگاه کرده همراهش باشد و او را سوی عملی شوی هدفهای گذاشته‌اش روانه سازد. از الله میپرسیم که ما را از جمله کسانی بگرداند که به او شب و روز و تمام وقت تسبیح میگویند، زیرا او پروردگار ما، آفریننده ما و رزق دهنده ما می باشد. ذات و نامهای او مقدسند. او پاک است از صفاتهایی که مشرکان به او نسبت میدهند. به الله برای خودم و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم.
тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.